در یک دهکده قشنگ آن طرف کوه‌ها دختر زیبا در کلبه‌ای ساده زندگی میکرد. آن دخترک چند خرگوش داشت. نام یکی از خرگوش‌ها قلقلی و نام دیگر خرگوش فسقلی بود. یک روز قلقلی به فسقلی گفت خیلی دوست دارم برم داخل جنگل، با حیوانات دیگه جنگل آشنا بشم و همه حیوانات جنگل رو ببینم. یک روز که دخترک در کلبه نبود، خرگوش کوچولو قلقلی با خودش گفت حالا که کسی خونه نیست بهتره برم جنگل قدم بزنم. من تا حالا جنگل رو ندیدم. باید امروز برم جنگل و خوب جنگل رو ببینم. خرگوش کوچولو تازه وارد جنگل شده بود که صدایی شنید. گفت خدایا این صدای چیه؟ بله بچه های عزیز، صدای گرگ بود. گرگ بدجنس خرگوش کوچولو رو دنبال کرده بود. گرگ بدجنس با خودش میگفت عجب غذای خوشمزه‌ای، چه خرگوش لذیذی. آخ جون، امشب با گوشت خرگوش جشن میگیرم و کباب خرگوش درست میکنم. روی شاخه درخت کلاغی نشسته بود. کلاغه هم خرگوش رو دید هم گرگو و حرفای گرگو شنید و گفت غار غار غار، عجب گرگ ناقلایی، فکری تو سرشه، باید نقشه گرگو برملا کنم. کلاغ خبرچین پرواز کرد و پیش بقیه کلاغا رفت و نقشه گرگو برای کلاغای دیگه گفت. کلاغا هم با هم تصمیم گرفتن که نقشه گرگو برملا کنن و با خودشون گفتم باید نقشه گرگو به همه حیوانات جنگل بگیم. همونطور که با هم صحبت میکردند، خرگوش تازه چند دقیقه در جنگل در حرکت بود که ناگهان گرگ حمله کرد و خرگوش کوچولو رو داخل یک کیسه انداخت. بعد از اینکه اینا داخل جنگل رفتن به کلبه‌ای زشت رسیدن و خرگوش کوچولو داخل قفس زندانی شد و گرگ خرگوش کوچولو رو زندانی کرد. خرگوش کوچولو با خودش گفت باید فکری کنم و فریاد میکرد، داد میزد و از مردم کمک میخواست. وقتی که خرس از کنار خونه گرگ رد میشد، صدای کمک خواستن خرگوش کوچولو رو شنید. از پنجره داخل کلبه رو نگاه کرد، دید خرگوش کوچولو زندانی شده. گرگ هم خونه نیست. خرس خرگوش کوچولو رو نجات داد و سالهای سال کنار هم زندگی کردن. بچه های عزیز، باید همیشه به حرفهای بزرگتراتون گوش کنید تا چنین اتفاقاتی برای شما نیفته.